خیلی گیلک ها؟ بیشتری؟ جان جلوی چی پایه؟ قراره برفتم علف آوردم گوسپنداخو آه گیله جو یاره چی خوبی اشتمه تا از این مله مثل تو بچه دیگه پیدا نمیشه زنده بشی سلامت بشی به اسم تو پیدا نمیشه سلامت بشی عباسشون خداوند تو رو بزید این خارزار نکنه بدین اما رنگ تیپی تو پیدا نمیشه سعی کنم خودش تو تیپی داری گیله جو خیلی مغز سر داری تو گیله یک گپ میگم به تو به شرط برخ ما بکنی چی حرف؟ تو رو زنه مگذارم بخشیشی تو رو هم میدم خوبه بفهمیدی؟ خب اون همه زمین ها میبینی؟ اون جگه مامان روز شیشته یه مامان بام کنار همون زمین ها بانجون شیشته خب این دیگه کول بگی که دل تو کای بال یه از من؟ چه از تو میگم دلیلی رو دیگه برو من پیش مامان نوروز بگو مامان از من چی نگی نه بگو مامان نوروز بگو خسرونا جواب دادین بگو خسرونا جواب دادین آفرین خسرونا کی نه خسرونا هستن دیگه این قوم خشابیدن بفهمیدی بگو خسرونا جواب دادین دیگه کیسه بندو سیاه شده گیله جبور کنم محتال کنم دیگه با ما خبر بده دیگه اینا چیکار کنم همین تو برو دیگه بیازم میری علفار بگذارم علفار بگذار پیشی برو بگو مامان نوروز اشتن اختیارات که بگو خسرونا جواب دادین سکو چی میگه برو بخیر از می چی نگی دیگه هم کیسه این برو من ولد تو خوش میاد بگو خسرونا جواب دادی مامان نوروز خسرونا رو جواب دادیم خسرونا؟ بیا اینجی بیا بله بیا اینجی بیا نه میگم خسرونا جواب دادیم تو برین که من بهتون میگم که خسرونا جواب دادیم یا ندادم میگم راست حقیقت میگم همین گپه کی به تو گفته که خسرونا جواب دادی چی گپه؟ تو این خسرونا چی کردی؟ چی گپ؟ همین خسرونا که میگه بیام پیش که جواب دادی یعنی چی دلیله؟ خاطری که عباس گفت برو با مامان نوروز بگو که خسرونا رو جواب دادیم عباس بگو عباس بگو تو مقدر فکر ماما جو بد کردم تو دیگه میایی برف مردم میکنی نه با خدا نه نه ماما جون خشوع خی ماما جون بخی اینه بیلا این بیچاره ما با دم لط انداختم سه کشتم میدنم ماما نوروز با بیلا گیر بکشتک ناغی ری کردم شاید اسم منم بگفته باشه بزی کباب کدی با بیلا بیچاره مدام بزیر لطه سعی کتو بخی الله جا ماما جو چره؟ بخی برو بخی خب او گفت خسرونا اصلا من خراب نکن بخی دیگه میگم خوبه ماما چشم بخی دیگه میگم بخی کردی توی روا کردم اداره ما فکر هستم ماما جو نه بد کردم با خدا بد کردم ماما جو ماما الله جو ماما الله جو خی ماما جو بده دیگه نمیای نمیگم دیگه برو بده نمیگم ماما نمیگم دیگه عباس گفته خدا عباس انگام بزن بده تیز مسخره مقدر فکر نمی کنی سلام علیکم و علیکم اشتنی مامان نوروز شکر خوبی بخیری فضل خدا میگم خسرونا جواب دادیم چی خسرونا تو شرم حیا خوب چیزیه شرم کو حیا برو کاکا برات بخورو مرتی مسخره ماما چرا بعد شرم کو تو چی چرا بعد شما چی آدم خود میکنی خب ما گفتم تو تعبیش نمیته ماما شما چرا اعصاب شما خرابه ما از شما میپرسم تو مقدر شرم حیا نداری ما همسایه تو خط قیافی خدا شرم ماما ما گپ گنده که نگفت برو کاکا برات بخور برو دیگه ترشی برو مسخره کردی خوب
ماما ما که چیز گاب میدونی تاکیش میدونی اصلا مرا دیشتر خراب نکنه برو دیگه کاکا برات کار کنه دیگه برو دیگه تو هم دیوانه شدی ماما برو دیگه کار کنی ماما جو ما گاب برو دیگه میگم برو دیگه بیا بزن مر نمیزنم برو دیگه میگم انم زده چه کار میکنی برو کاکا برات کار کن برو دیگه ماما جو ما گاب گنده برای تو نگفت تو ای میپری بس تو اشتباه کردی اشتباه کش میفهمی یا نه برو دیگه برات کار کنی گم نمیرم من میگم استادیوم اختیار خدا رو میگم قطع قیافه سه کامل شهر مایا نداره گپ مفت میزنه خب چرا بعد تو میام ماما ماما نورو شما بیایی اینجی بیا تو چی میگی میگم ما از شما پرسان کنم که جواب دادین یا نه تو میگو شهر مایا دیگه نداری دیگه ها ها نه خود چرا میگیستی خب تو ما فکر نمی ما از تو بپرسیدم تو پرسان کردی ما از تو تو چی پوی چی حق داری که از ما پرسان میکنی چی حق داری چرا ما اعصاب تو برو دیگه کوکا برات کار خاصان برات شهر خراب نکن دیگه برو دیگه دیوانه شدی ماما تو دیوونه کمی تو گپ میزنی تو اشتباه میکنی چرا بعد تو بیای برو کوکا برات کار برو دیگه از این شهر اصلا من خراب نکن دیگه گپ مفت بزنه دیوانه شدی دیونه نفته کنه بری تونه آل خسروناش جواب نداده که ما بفهمم تو دیگه سر شرم حیا نداری ها ها بزن تو فرق سر تو یک تو را میکنم ها ماما ما چی گفتم برای تو با سعی کنه خون خوب بگردم من انداز که تو رو میکشیم رو آل جواب دادیم یا نه با تو چی مربوطیه با تو چی مربوطیه ها با تو چی مربوطیه برو برو ماما برو 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 دیگه تن دیگه آل جواب دادیم یا نه لا اله برو میگم دیگه با پیام گوشی بده مدام گوشی بده دستم من پیام دیگه داد خیلی بیا که بریم مکتب چت کو خب من خودی گپ میزدم گپ نمیدار نمیشه میره دیگه خدافظ میری آه. که دورم میبری پیار خو میبرم خوب سلام هم بگو پیارتم دروغ نمیگن راست میگن درس تعلیم به آره دیگه دار درس تعلیم میفته کن خدافظ خوب برو بخیر بری خداحافظ پول هم داری اگه نداری بیا که به تو بدم نه دارم من بیا که به تو یک سدی بدم بیا نه بیا میشه نداشته بشی بیا ما ای سدی ران کرای خوب برو بخیر بری دیگه خدافظ هر دمی رسیدی به پیار خوب گوی یک سنگ بزنم خوب